الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي. تكبير الله، تكبير تكبير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. وبعد، افتخار میکنم و میبالم که در چنین مجلس اشتراک ورزیدیم، که اشتراک در چنین مجالس را مایه سعادت و نیکبختی برای خود و برای همه حاضرینی که در این مسجد، در این محفل و در این ختم قرآن کریم اشتراک ورزیدند. حاضرین کرام، ما پشتو و فارسی هر دو صحبت میکنم، مختلط. بالای دو موضوع اساسی سخنان و حرفهای خود را محدود می‌سازم. اول، فضیلت قرآن کریم. دوم، فضیلت حافظ قرآن کریم. قرآن کریم کلام الهی، راهنمای جامعه بشریت است. کلامی است اقوام و کسانی که چنگال بر این کلام الهی زدند، اوامر و احکام آن را معمول خود قرار دادند، از نواهی اجتناب کردن، آن اقوام را الله معزز دنیا و آخرت ساخت. و کسانی که از قرآن دوری جستند، اقوامی که از قرآن فاصله گرفتند، احکام و اوامر الهی را معمول خود قرار ندادند، از نواهی آن اجتناب نکردند، آن اقوام را الله ذلیل و رسوای دنیا و آخرت ساخت. ان الله یرفع بهذا الكتاب اقواما و یدع به آخرین. مفهوم حدیث محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هم همین است.
لومړنۍ موضوع ته راځم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من قرأ حرفا من کتاب الله فله حسنه والحسنة بعشر امثالها. څوک چې د الله تعالی له کلام څخه یو حرف لولي، الله تعالی هغه ته یوه نیکي ورکوي، او یوه نیکي په 10 نیکیو ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د همدغه حدیث په ادامه کې فرمایي زه دا نه وایم چې الف لام میم یو حرف دی، بلکې الف ځان ته حرف دی، لام ځان ته حرف دی، او میم ځان ته حرف دی. یک حرف از کلام الهی را که تو تلاوت میکنی پروردگار عالم برای تو 10 نیکی میده. مفسرین کرام حروف قرآن را که حساب کردند 2,23,671 حرف است. با عرض معذرت 3,23,671 حرف است در قرآن کریم. حالا 3,23,671 را ضرب 10 بساز. 3,236,710 می شود. کسانی که کلام الهی را از سوره فاتحه از الحمدلله شروع می کند، به سورت ناس ختم می سازد، پروردگار عالم بر از او 3,236,710 نیکی می دهد. این سخن کی است؟ سخن سرور کائنات، فخر موجودات، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. والحسنة بعشر امثالها. پس همین است که پروردگار عالم در کلام خود می فرماید کتاب، قرآن عظیم شان کتاب عظیمی است، انزلناه الیک، که این را با واسطه جبرائیل بر تو روان کردیم، مبارک کن. این کلام مبارک است. مبارکی پدی که ده چې ته یو حرف د الله د کلام نه لولې، الله تا ته 10 نیکیانې درکوي، او چې ټول قرآن کریم په اخلاص، تضرع او صداقت سره ختموي، 3,2,46,910 نیکیانې الله تعالی ته درکوي. نو ځکه الله تعالی په خپل کلام کې فرمایي کتاب انزلناه الیک مبارک. دا کلام مبارک دی. ماه مبارک رمضان است. دوستان و اقاربی داشتیم که در رمضان گذشته در صف مسجد در تراویح و ختم قرآن همراه ما شرکت ورزیده بودند، اما امروز جایشون خالی است. معلوم نیست که تا سال آینده و روزهای آینده در قید حیات هستیم یا اسرائیل را پروردگار روان میکنه تو روح ما را میگیرد. وقت را غنیمت بشمارید. شبها و روزهای محدود ماه مبارک رمضان که باقی است، اصاب عاجزی، اصاب تضرع به طرف رب خود، به طرف پروردگار خود متوجه شوید. ما یقین کامل دارم
که در این شبها و روزها به پروردگارتان رجوع کنی، الله براتان مغفرت. خصوصا در این شب، چنانچه علما فرمودند که اکثر محدثین به این نظر هستند که شب قدر شب 27 است. قبل از رمضان بالای قبر صحبت میکردم، این واقعه را نقل کردم. یک کتاب دارد علامه ابن قدامه مقدسی به نام کتاب التوابین، بهترین کتاب است. در او نوشته میکند که در زمانه حضرت موسی علیه السلام بالای بنی اسرائیل قحطی آمد. باران نبود، آب نبود، حیواناتشان تلف شدند، خود ایشان به خاطر خوراک چیزی نداشتند. طول راغل موسی علیه السلام تا چه موسی تخبل رب تلاسونه پورته که دعا وکړه چې الله په موږ باندې باران وکړي. موسی علیه السلام لاسونه پورته کړه، له خپل رب څخه د باران غوښتنه وکړه، خو باران نه وریږي. موسی علیه السلام حیرانېږي چې زما ربه څنګه زما دعا نه قبلې. موسی علیه السلام ته الله وایي که در بین شما فردی موجود است که از 40 سال بالاتر از احکام و اوامر ما سرکشی میکند، در گناه و فساد غرق است، تا زمانی که این در صف و در جمع شما بوده باشد دعای شما را ما قبول نمیکنه. تعداد بنی اسرائیل در همین وقت تقریبا ابن قدامه مقدسی نوشته میکند که به 70,000 نفر میرسد. موسی علیه السلام صدا میکند که پروردگار ما چنین میگوید: همان شخصی که گناهگار است، همان فردی که زندگی خود را در فساد و منکرات سپری کرده است، طرف راست چپ جلو و عقیب خود میبیند که کس نمیبراید، میداند که مست. در قلب و دل خود به طرف الله رجوع میکند، میگوید که ای پروردگار من، از 40 سال بالاتر از احکام و اوامر تو سرکشی کردم. یا الله، تو مرا رسوا نساختی، مرا پیش بنی اسرائیل نشرماندی. هو که نن ورځ د بنی اسرائیلو له دې ډلې څخه زه وځم، ټولو بني اسرائیلو څخه شرمېږم. یا الله، ما تا ته رجوع کړ، په کړې ګناه مې توبه ده، ته راته بښنه وکړه. همین است که ابرها میآید، باران صورت میگیرد. موسی علیه السلام حیران میشد، میگوید که ای پروردگار من، تو برای ما گفته بودی تا زمانی که این فرد مفسد و گناهگار در بین شما بوده باشد ما باران نمیکنم. او فرد از جمع و مجلس ما برآمدگی هم نیست، اما باران صورت گرفت. الله برش میگه که ای موسی، او در قلب خود به طرف ما رجوع کرد و ما توبه از او را قبول کرد. تکبیر! الله اکبر! تکبیر! الله اکبر! تکبیر! الله اکبر! موسی علیه السلام برش میگه که ای پروردگار من، تو برای من نشانش بدی که با دیدن از او چشمان ما یخ شود. پروردگار برش میگه که از 40 سال بالاتر از احکام و اوامر ما سرکشی کرد، من نشرمانده باشی. امروز که توبه‌گار شده، چگونه او را پیش تو و پیش بنی اسرائیل رسوا بساز. هدف میداده درنو اوریدونکو، مبارک شپې ورځې دي، الله ته رجوع وکړئ. د نجات او د خلاصون یوازینۍ لار تقوا او الله ته رجوع ده. ان الله یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النهار
و یبسط یده بالنهار لیتوب مسیء اللیل. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی بلا کیف د شپې لخوا د خپل د مغفرت لاسونه غځوي تر څو هغه کسان توبه وباسي چې د ورځې ګناه کړې ده. بلا کیف از طرف شب دستان مغفرت خود را دراز می کند تا اینکه کسانی که در روز مرتکب گناه شدن ایشان توبه بکشند و دستان مغفرت خود را بلا کیف از طرف روز دراز می کند تا کسانی که در شب مرتکب گناه شده اند ایشان توبه بکشند. پس راه نجات رجوع به طرف الله و چنگال به قرآن کریم است. کتاب انزلناه الیک مبارک. همچنان حدیث دیگر پیغمبر علیه السلام است. پیغمبر علیه السلام می‌فرماید اقرأ القرآن فإنه یأتی شفیعا فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابه. قرآن را تلاوت کنید به خاطر که همین قرآن در روز قیامت بر حضور الله می آید. کسانی که کلام الهی را تلاوت کردن برای ایشان شفاعت می کنند تا این که داخل جنت بسازند. پس کلام الهی کلام مبارک است. کتاب انزلناه الیک مبارک. بر شما هم تسلیت می دهم، پیغام دارم، بشارت دارم براتان، مایوس نشوید. این ثوابی را که حافظ قرآن ما، اسم شما قاری صاحب؟ قاری صاحب محمد خالد کمایی کرده است. شما که به اخلاص و صداقت کلام الهی را سمع کردید، کدام ثوابی را که پروردگار عالم به قاری صاحب محمد خالد میدهد همان ثواب را الله بر شما میده. اما این را بدانید که شرط قبولیت اعمال و عبادات دو چیز است. اول این که اخلاص، دوم این که مطابق سنت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. در عملی که اخلاص نداشتی به نزد الله ارزش ندارد. و کم عمل که چې ته اخلاص و نلري هغه الله څخه ارزښت نلري. ستا کم عمل چې د محمد رسول الله د وینا او د سنت موافق نه وي هغه هم الله څخه ارزښت نه. الله پرست الله، رهبر رسول الله، با تیغ الله، با توپ تانگ کافرات و مرگم جنگ. نعره تکبیر! نعره تکبیر! نعره تکبیر! ما یک دو سه مثال براتان میگم. نماز بهترین عبادت است. علمای اصول فقه ما نوشته میکنند اگر یک نفر قسم بخورد که ما همراه الله و رب خود حرف میزنم، برود وضو بگیرد 2 رکعت نماز بخواند، در قسم خود حانثی است. و در روز قیامت در مسائل حقوق الله اولین پرسش و پرسانی که می شود او هم از نماز است. اما در حدیث می اکثر نمازگزارا چنین هستند زمانی که نماز بخوانند نماز ایشان در یک توته پلید جمع می شود و در روی ایشان زده می شود. کله چې لمونځ وکړي د دوی لمونځ په یو پلیته او نجسه ټوټه کې رانغښتل کېږي، د دوی په مخ وویشتل کېږي. ولې؟ اخلاص نشته. د پیغمبر علیه السلام د سنتو موافق نه دی. کم از کم چې ته رکوع کې 3 ځلې خو پکې ووایه سبحان ربی العظیم. ته چې سجده کې کم از کم 3 ځلې خو پکې ووایه سبحان ربی الاعلی.
چې لرکونه سر وچته سمع الله لمن حمده ودرېږه، چې سجده کوې د دواړو سجدو ترمنځ آرامه کښېنه، بیا بلې سجدې ته لاړ شه. ما چی میکنیم؟ زمانی که در رکوع میریم یک مرتبه گفتگی نیست، سر بلند کردن نیست، دایرکت سجده. در سجده یک مرتبه سبحان ربی الاعلی گفتن نیست، کمی سر بلند میکنیم با سجده. این موافق سنت رسول الله نیست. در این عمل اخلاص نیست. وقتی که نیست در یک لباس پلید این نماز جمع میشد، پس در روی تو زده میشه. فضیلت قرآن کریم شنیدیم که یک حرف از کلام الهی را تلاوت میکنی الله دانی که برات میده. اما پیغمبر علیه السلام میفرماید رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنه. بسیاری از حافظهای قرآن هستند، قاری خواننده قرآن هستند که قرآن را میخواند، اما در بدن قرآن بالای ایشان لعنت میکند. و تاسف باید بگویم این نعمت حفظ قرآن کریم الله نصیب هر کس نمیده. اما امروز میبینیم حافظ قرآن ریشش ماشین، حافظ قرآن لباسش خلاف سنت رسول الله، حافظ قرآن عملش خلاف ارشادات الله و محمد رسول الله. همین جهت است که میفرماید که رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنه. مسئله روزه، حدیث پیغمبر علیه السلام است که بدبویی دهن روزدار به نزد پروردگار عالم اطیب من ریح المسک، از بوی مشک کرده هم بسیار خوشبوتر است. در صورتی که اخلاص باشه، مطابق سنت رسول الله باشه، که نباشه. پیغمبر علیه السلام چی میفرماید؟ رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع. بسیاری از روزه‌دارا چنین هستند که از روزه ایشان برای ایشان کدام پاداشی نیست مگر این که شکمشان گشنه است. من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه و شرابه. کسی که در ماه مبارک رمضان دروغ را نمیگذارد، غیبت را ترک نمی کند، دشنام را ترک نمی کند، فاشگویی را ترک نمی کند، پروردگار عالم به نخوردن و ننوشیدن از کدام حاجت دارد. تو چه پروژه که دروغ وای، پروژه که کنزل که، پروژه که غیبت که، پروژه که سپک سپوری وای، الله تعالی ستا نه خوراک او نه څښاک ته کومه اړتیا نه لري. پروردگار عالم در اعمال بر ما اخلاص نصیب بگرداند. پروردگار عالم اعمال ما را مطابق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. بعضی کتاب‌هایی است که مولوی صاحب‌ها در مدارس می‌خوانند، کتاب‌های علم کلام، شرح عقاید خیالی و بالاتر از این. من سالهای پیش، مبالغه نکنم که 25 سال یا 23 سال قبل در حاشیه شرح عقاید دیده بودم. واقعه یکی از اولیاء الله را نقل میکنه، حواله بالای نبراس داده که او تلاوت کلام الهی را میکرد. در این آیت رسید و هو القاهر فوق عباده. علما نشسته است، هو ضمیر غائب است، برای فردی در عربی، در گرامر عربی استعمال می شود که موجود نباشد. زمانی که این دوست الله و هو القاهر فوق عباده را تلاوت می کند، صدا می شود برش که و هو القاهر فوق عباده، نگو چنین بفرما که انت القاهر فوق.
تو که کلام الهی را به اخلاص تلاوت میکنی، به صداقت تلاوت میکنی، بلا کیف قرآن تو را الله میشنود. انت ضمیر مخاطب است. لا تقل وهو القاهر فوق عباده بل قل انت القاهر فوق عباده. از این بالاتر کتاب انزلناه الیک مبارک. خادم قرآن مبارک است. علما بعضی سخنها را ارائه کردن، من هم کوشش میکنم سخنهای خود جمع کنم. تفسیر ابن جریر تفسیر مشهور است. تقریبا علامه ابن جریر طبری 1033 سال پیش از این روز وفات کرده است. او در مقدمه تفسیر خود نوشته میکنه که ما همراه چند دوست خود در مکه مکرمه مصروف حفظ قرآن کریم بودم. طالبان چې چیرته سبق وایي د کور نه لري، د مور و پلار نه لري، ولږې تندې او سختۍ ګالي چې بیا هغه ستاسو پر مخ درېږي د الله کلام او د رسول الله حدیث درته وایي. دا ماشین نه ده چې یو طرف ته عامي واچوه بل طرف ته ملا تولید کړي. خو متاسفانه چې په اوس وخت کې همداسې وشول. د امتحانو رئیس ما ته ویلي وه، یو کس ما ته د لویې دورې شهادتنامه راوړې وه. پوښتنه مې ترې وکړه چې په وړې دوره کې کومه کتابونه لوستل کېږي، په دې نه پوهېدم. سند دوره کلان بر ما آورد که من فارغ دوره حدیث هستم. از او من پرسان کردم که در دوره صغرا یا خود کدام کتاب خوانده میشه. نمیتونست که بر ما بگوید که در دوره خود فلان فلان و فلان کتاب خوانده میشه. عالم گشنگی را سپری کرده، تشنگی را سپری کرده، فراق پدر و مادر را سپری کرده است. که از همان برکت دعای از او الله قبول کرده است که امروز مصدر خدمت جامعه و افراد جامعه قرار گرفته است. ابن جریر میگو پول و پیسی ما خلاص شد. رفیقا را گفتیم که میریم خانه که از اونجا چیزی همراه خود بگیریم که در طالبی روزها هم بالش سپری کنیم. حرکت کردیم. در مسیر راه که آمدیم داخل دکان شدیم، پرسان کردیم. این دکاندار یهودی بود. یهودی از ما پرسان کرد، جریان برش یادآور شدیم. یهودی بر ما گفت که همین خرچه شما طالبای قرآن را من میتون پس بگردی بری به مکه مکرمه درستانه بخوانی. به خاطر که اگر شما خانه میری پس میگردی مکه مکرمه، در بین شما و بین درستان فاصله طویل پیدا میشه از درس خود. ابن جریر طبری میگوید که وجدان ما قبول نمیکرد که از یک یهود ما پول بگیریم و امرار معیشت و زندگی کنیم. لکن یهودی بالای ما باعث شد. چند رفع پول داد، پس رفتیم مکه مکرمه. به مرور زمان ایام حج رسید. ما همراه مطالبایی که در اتاق همراه ما بود از حول کعبه طواف میکردیم. ناگهان چشمان ما بالای او یهودی خورد، او هم طواف میکرد. من رفیقای خدا گفتم که امان دکاندار یهودی نیست؟ شناختم گفت بلی است. من رفتم پیش از او یهودی پرسان کردم که تو به حج، به قرآن، و این چیزها عقیده نداشتی، امروز چی میکنی که از حول کعبه طواف میکنی؟ یهودی مرا از دستم گرفت، ششتیم در اطراف حرم. برای ما گفت همان چند پول محدودی که ما برای شما دادم به خاطر احترام قرآن. شب که خانه رفتم استراحت کردم، در خواب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و در همین خواب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تلقین کلمه شهادت را کرد برای من.
قل اشهد ان لا اله الا الله. برای تکبیر، برای تکبیر، برای تکبیر. قل اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. کلمه را خواند مسلمان شد. فردایش که از خواب بیدار شدیم، در فامیل 17 نفر بودیم، زنانه، اطفال، که یک جا ششتیم. ما یادآوری خواب خود را کردم. همی 17 نفر همهشان قسم به ذات الله یاد کردن که همه ما محمد رسول الله را در خواب دیدیم و برای همه ما تلقین کلمه شهادت را کرده است. پس کل ما مسلمان هستیم و امروز الله این نعمت عظیمی را بالای ما کرده است که ما 17 نفر در فامیلی که بودیم آمدیم از کعبه طواف میکنیم و حج را راه میسازیم. کتاب انزلناه الیک مبارک. خادم قرآن مبارک است. شما که خدمت قاری صاحب محمد خالد جناب مولوی صاحب قاری صاحب ممتاز را کردید، پروردگار عالم از این اجر شما را محروم نسازد. او یهودی بود، الله نعمت اسلام نصیبش گشتان. من چه مسلمانی ده محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم امتیانی ده قرآن عظمت چه په خپل زړونو کې ځای ورکو، په هغه عمل کوو، د قرآن د اهل خدمت کوو. زه مطمئن یم چې له هغو نه به الله تعالی موږ ته ستر ستر نعمتونه راکړي. سخنها زیاد است، کوتاه میسازمش. میم درباره فضیلت حافظ قرآن. حدیث ابو داود و ترمذی است. راوی حدیث حضرت عبدالله ابن عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنهما است. او می فرماید که پیغمبر علیه السلام می فرماید که در روز قیامت در جنت پروردگار عالم خود به حافظ قرآن می فرماید اقرأ ورتق. بخوان قرآن کریم را و در منازل و درجات جنت بالا برو. اقرأ ورتق. الله حافظای ما را عمل به قرآن نصیب بده. عمل که به قرآن نباشد باز این فضیلت و این اجر و این مراتب برشان باز نیست. اقرأ ورتق. پروردگار برش میگو ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. آرام آرام قرآن بخوان چنانچه در دنیا قرآن را آرام آرام میخوانی. ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها. جای تو، بود و باش تو در جایی است که آخرین آیت از کلام الهی را که تو تلاوت میکنی. حافظ قرآنی که عمل به قرآن میکند، احکام و اوامر را معمول خود قرار میدهد، از نواهی اجتناب میکند، باید پیشانی از او را بوسه بزنیم و به چشمای خود بنالیم. والدین قاری صاحب محمد خالد نیکبخت هستند. اگر حیات هستند الله در عمرشان بیفزاید، اگر وفات هستند الله قبرایشان را باغ از باغهای جنت بگرداند که چنین اولاد را تربیه کرد که در این مسجد مقتدای ما صورت گرفت و قرآن را در عقیب از این ما سمع کرد. در دوره عباسی آخرین خلیفه شان بود. درباریا برش جمع شدن، برش گفتن که ای امیر المؤمنین، آیا چنین ارمانی بوده باشد که تا فی الحال از تو پوره نشده باشد؟ او یک آه میکشد، میگوید بله. چی است ارمانت؟ میگه ارمانم این بود
که ما استاد قرآن و استاد احادیث رسول الله می بودم. 4 طالب در پیش روی من نشسته می بود، حدیث رسول الله و کلام الهی را برشان تعلیم می دادم. این ارمان ما پوره نشد. این خلافت، این امارت، این مسئولیت است. مسئولیت. علامه ابو نعیم اصفهانی یک کتاب دارد به نام حلیة الاولیاء و طبقات الاصفیاء. در آن یک حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل می کند. راوی آن حدیث ابو وائل شقیق ابن سلمه است، ابی سلمه. او می فرماید که بشر بن عاصم را امیر المؤمنین عمر فاروق مسئول جمعآوری عشر و زکات منطقه هوازن مقرر کرد. اما چند روز که پیر شد، همراه بشر بن عاصم امیر المؤمنین روبرو شد. برش میگو چرا لوظیفت نرفته؟ او برش میگو که من مسئولیت نمیکنم. میگو چرا؟ میگم از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدیم کسانی که در دنیا برای از اون مسئولیت سپرده میشه، وزیر، والی، رئیس، مدیر، عامل، همه تو آمده برو. برای ایشان در روز قیامت الله تعالی بالای جهنم پل مخصوص میگذارد. وقتی که حساب شروع میشه، اگر در وظیفه خود، مسئولیت خود غفلت و غدر و خیانت نکرده بود، بالای این پل سپری میشه، جنت میره. اما اگر غفلت و خیانت و غدر کرده بود، زمانی که بالای این پل میره، پل بالای شمیده میشه، در قهر جهنم میافتد. 70 سال الله پرسانش نمیکنه، بعد از 70 سال الله استادش میکنه، امر از اون حساب میکنه. چې په مسئولیت کې خیانت کړی وي، په مسئولیت کې غدر کړی وي، په مسئولیت کې غفلت کړی وي، د جهنم په تور تمونو کې به پروت وي. اویا کاله به الله پوښتنه نه کوي، له اویا کلونو وروسته به الله خپل حضور کې دري. امیر المؤمنین روان دی، ابو ذر مخې ته راځي. ابو ذر ورته وایي رضی الله عنه ولې خفه یې؟ وای څنګه به خفه نه اوسم؟ بشر بن عاصم ما ته داسې حدیث ویلی، چنین حدیث رسول الله را برم بیان کرده. تو را قسم به ذات الله که این حدیث را تو از محمد رسول الله شنیدی؟ ابو ذر برش میگو بلی ما شنیدیم. عمر رضی الله تعالی عنه برش میگو پس این خلافت و امارت و مسئولیت را کی بکند؟ ابو ذر رضی الله تعالی عنه برش میگو کسانی که اراده ذلتش الله کرده باشه. اما در خلافت و امارت تو سراسر خیر است که غفلت نکردی. خیر است در امارتت، خیر است در مسئولیتت، اما غفلت، خیانت باز در ایجا ذلت است. پروردگار عالم ما و شما را عامل به قرآن بگرداند. الله این ختم را در دربار خود قبول و منظور بگرداند. همان سخن خود ختم میکنیم. درباریای او خلیفه عباسی فردا اطفال خود جمع میکنن، کتابچه و قلم برش میته که بیای در پیش روی امیرالمؤمنین بشینه که ارمانش هم پوره شود. کتابچه و قلم در دستشان پیش روی امیرالمؤمنین میشینن. باز امیرالمؤمنین آه میکشد که طالب قرآن و احادیث رسول الله کجا و اطفال درباریا کجا؟ از جبین حافظ قرآن نور ایمان، از جبین شاگرد احادیث رسول الله نور ایمان و اسلام از دور معلوم میشه. اما او شاگرد قرآن و او شاگرد مدرسه، او شاگرد احادیث رسول الله که عامل به قرآن و عامل به احادیث محمد رسول الله بوده باشه. حدیث مسلم از پیغمبر علیه السلام می‌فرماید کسی که قرآن را حفظ کند، حلالش را حلال بداند، حرامش را حرام بداند، یعنی عمل کند، این را پروردگار وارد جنت می‌سازد و از اهل بیت از این 10 نفری که واجب الجهنم است به شفاعت از الله ایشان را هم داخل جنت می‌سازد.
بالاتر ځي. ستا زوی چې د قرآن حافظ دی، په قرآن عمل کړی، دا به هم الله جنت ته بیایي. د دې تر څنګ د دې د کورنۍ نه 10 کسان چې هغه واجب الجهنم دي، د ده په شفاعت سره به الله تعالی هغوی هم جنت ته بیایي. الله دې موږ په قرآن عامل وګرځوي. زموږ دا ختم دې په خپل دربار کې قبول و منظور وګرځوي. قاري صاحب ته او مولوي صاحب ته دې الله اجر ورکړي. زموږ دې قوم او کلیوالو چې په دې ختم کې ګډون وکړ، هر قدم یې چې ایښی الله دې دا هر قدم یې چې ایښی دوی ته یوه نیکي ولیکي او د دوی یوه ګناه دې معاف کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.